نصب و اجرای پک تبدیل 15 پرو به 17 پرو. مشتری میخواست به پشت گوشی رو به خاطر اینجاش عوض کنه، ما گفتیم بیای برات 17 پرو بکنیم. بعد از اینکه برچسب پشت رو چسبوندیم، محافظ لنز رو در میاریم و تنظیم میکنیم و روی گوشی به این صورت میچسبونیم. به درخواست مشتری از قاب کیو سری استفاده میشه برای 15 پرو. خیلی میگن که این گوشی شل میشه قاب روش، ولی کیو سری اینجوری میزن. نصب و اجرای پک تبدیل 16 پرو مکس به 17 پرو مکس. بعد از اینکه برچسب پشتی تبدیل کردیم روی گوشی تنظیم و به این صورت نصب میکنیم. بعد نوبت محافظ لنز میرسه، دوباره محافظ لنز میکنیم. بعد اینکه لنز تمیز کردیم و من رو انجام دادم روی گوشی تنظیم و به این صورت نشستیم. در آخر از قاب کیو سری استفاده میشه به فیت تمام گوشی های تبدیل شده است و نتیجه کار به این صورت در میاد. نصب و اجرای پک تبدیل 14 پرو مکس به 17 پرو مکس. این تبدیل هم جدیده و محافظ لنز روشه. بعد اینکه اینجوری چسبوندیم، قاب سوپر لاکچری کتسا رو روی گوشی میندازیم. میبینید که گوشی تبدیل 17 پرو مکس میشه. خیلی کیفیت بالا و عالی. برای استعلام قیمت و خرید لطفاً دایرکت بهمون پیام بدید.